دانشجوی دانشگاه شریف اگه برگردم دوران امتحان نهایی چه کارهایی رو دیگه انجام نمیدم و چه کارهایی رو حتما انجام میدم؟ سلام، امیدوارم که خوب باشید. من زهرا، دانشجوی سال سوم دانشگاه صنعتی شریف و رشته مهندسی مواد و متالورژی. این ویدیو از اون ویدیوهاست که با خودم همیشه میگم کاش قبل امتحانات نهایی یه نفر بود که این نکته ها رو به من میگفت. حالا اون نکته هایی که من دوست داشتم یه نفر به من بگه رو من میخوام به شما بگم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا بهترین ورژن خودت رو توی امتحانات نهایی داشته باشی. نکته اول، خودم رو درگیر حواشی و اخبار و فضای مجازی نمی‌کردم. عزیزای دلم، این روزا اخبار نخونید. حواشی رو پیگیری نکنید. هم ذهنتون رو خیلی درگیر میکنه، هم بازدهیتون رو به شدت میاره پایین. ترجیحاً هم گوشیتون رو بذارید یه جای دور و خیلی کم ازش استفاده کنید. نکته دوم، تمرکزم رو روی کتاب درسی میذاشتم. غالب بچه‌هایی که توی مدارس خاص تحصیل میکنن مثل مدارس تیزهوشان، غیر انتفاعی، نمونه دولتی یا بچه‌هایی که کلاس‌های جانبی میرن ممکنه فکر کنن اون جزوه‌ای که بهشون داده میشه خیلی فول و تکمیله، ولی به عنوان کسی که توی تیزهوشان درس خونده میتونم بگم یه سری نکات ساده، بچه‌ها بسیار ساده هست که اون استاد ممکنه فکر کنه اصلا نکته خاصی نیست و نکته مهمی نیست، ولی توی نهایی چون اون نکته ساده توی کتاب بوده همون رو بهتون میدن و شما گیج میشید و بعد از امتحان نهایی اینجوریه که من یه سوال ساده رو از دست دادم. ولی این قدم فقط اولین قدم برای نهاییه و هنوز تکمیل نیست. در ادامه بهتون میگم دقیقاً چی کار کنید. نکته سوم، وسواس مطالعاتی رو کنار میذاشتم. بچه‌ها وسواس مطالعاتی شما رو خیلی عقب میکشونه. باعث میشه که شما روی یک بخش خاصی کلید کنید و ذهنتون درگیر اون بشه و حتی بعضا نمیرسید خود کتاب درسی رو هم تموم بکنید، چه برسه بخواید مراحل بعدیشو انجام بدید. پس وسواس مطالعاتی رو کنار بذار ولی با دقت مطالعه کن. نکته چهارم، به جزئیات کتاب درسی خیلی توجه میکردم. بچه‌ها طراحا عاشق اینن که دست بذارن رو جاهایی که فکر میکنن دانش آموزا نمیرن سراغش و اون بخشا رو نمیخونن. کجاها؟ مثلا پاورقی‌ها، نکات حاشیه‌ای کتاب یا حتی عکس‌ها و متنای زیرش. اینا رو خیلی بهش توجه بکنید. تا توی بحث مطالعه هستیم چند تا نکته ریز درباره مطالعه چند تا از درس‌ها هم بهتون میگم که حیف نشنویدش. برای دروسی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی خیلی مهمه که شما سرعت محاسباتتون رو ببرید بالا. علاوه بر این شما باید بلد باشید که خوب بنویسیدشون، چون که گاهن صرفاً راه حل نوشتن شما کفایت نمیکنه که اینو در ادامه بهتون میگم براش چیکار کنید. برای دروس عمومی نیاز نیست که کتاب رو چند بار بخونید. حل سال قبل خیلی بیشتر برای تثبیت بهتون کمک میکنه و بیشتر توی ذهنتون نگهش میداره. باز راجع به این موضوع توی بخش تحلیل سوالات که جلوتره کامل توضیح میدم. درسایی مثل هویت اجتماعی و سلامت و بهداشت ظاهرشون خیلی گول زننده است و شما فکر میکنید شب امتحان میتونید جمعش کنید، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. من توصیه‌ام اینه که اگه لابلای فرجه‌هاتون تایم اضافه پیدا کردین یه سری به این درس‌ها بزنین. شخصا از این 2 تا درس زخم عمیقی خوردم بچه‌ها. و برای سلامت و بهداشت هم حتما بچه‌ها به عکس‌ها و زیرنویس‌هاش توجه کنید، خیلی مهمه. نکته پنجم، برای شروع خوندنم از درس ابتدایی یا فصل مورد علاقم شروع نمی‌کردم. چرا؟ چون درس ترم دوم غالباً باروم بیشتری دارن و شما اگه از درس اول شروع کنید اون انرژی مفیدتون رو میگیره. پس بهتره که از درس ترم دوم شروع کنید و اون فصل‌هایی که دوست دارید و بهش علاقه‌مندید رو بذارید برای آخر، چون به هر حال دوستش دارید و انرژی میتونید براش بذارید. از طرفی درس ترم اول رو هم حداقل یه بار خوندید و امتحانش رو دادید. نکته ششم، نمونه سوال بیشتری حل می‌کردم. سال ما اولین سال بود که این تغییرات جدید اعمال شد و خب ما طبعا نمونه سوال خاصی نداشتیم. ولی به شما توصیه اکید میکنم که حتما نمونه سوال‌های سال پیش رو حل بکنید. بعد از اون وقتی حل کردید و تحلیل کردید بعد برید سراغ شبه نهایی ها. حتی چیزی که خیلی به نظر من مفیده اینه که برای دروس مثل ریاضی، فیزیک، شیمی شما فصل به فصل هم سوالات مرتبط با نهایی ها رو حل بکنید. یعنی هر فصلی رو که میخونین برین سوالات نهاییش رو هم حل بکنید و این خیلی به نظرم چیز مفیدیه. این وسط میخوام یه پرانتزم باز بکنم و یه نکته شاید عجیب بهتون بگم. نکته 7، قبل از خوندن برای هر درس نمونه سوال‌های سال قبل مربوط به اون درس رو هم میبینم. حالا این دلیلش چیه؟ برای اینه که تم سوالا دستم بیاد، بدونم وقتی دارم میخونم تمرکزم روی کدوم بخش بیشتر باشه، چه مدلی بخونم و همه اینا. کلا توی مدل خوندن خیلی بهتون کمک میکنه.
مخصوصا اگه در طول سال درس نخوندی و گذاشتی برای شب امتحان، این روش میتونه خیلی کمک کننده تر باشه که برای اینکه حالا یه نمره حداقلی بگیری بدونی تمرکزت رو بیشتر روی کدوم بخشش بذاری. نکته 8، فضای امتحان رو برای خودم شبیه سازی میکردم. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه مطالعه‌ام کامل شد و میخواستم سوال نهایی سال قبل رو حل کنم، از خودم آزمون میگرفتمش. یعنی زمان میگرفتم، فضا رو شبیه سازی میکردم، اون لباسی که میخوام باهاش برم نهایی بدم رو میپوشیدم و سعی میکردم شرایطم تا حد امکان شبیه حوزه امتحان نهاییم بشه. این خیلی به کم شدن استرستون میتونه کمک بکنه. نکته خیلی خیلی مهم 9، به تحلیل پاسخنامه اهمیت بیشتری میدادم. تحلیل پاسخنامه خیلی خیلی مهمه، مخصوصا برای دروس محاسباتی. از اونجایی که حتی 25 صدم هم توی امتحانات نهایی خیلی مهمه، شما بعد از اینکه سوالا رو حل کردید باید برید تحلیل کنید، ببینید که مدلی که طراح از شما میخواد براش بنویسید چه فرقی داره. شما کجاها رو ننوشتید، کجاها رو باید حتما توی امتحان بنویسید که اون نمره کامل رو به شما بدن و الکی سر توضیحات یا چیزایی که طراح مد نظرشه نمره کم نیارید. چون شما ممکنه فکر کنید بعضی چیزا باروم ندارن ولی دقیقاً باروم اصلی روی همونا باشه. پس حتما بچه‌ها به این نکته خیلی توجه کنین و خیلی روش تمرکز کنین. نکته 10، خواب شب. بچه‌ها این مورد خیلی خیلی به خودتون و خواب شبتون و عادت‌هاتون بستگی داره. در کل مثل کنکور نیست که اگه بگم خوابتون کم باشه به مشکل جدی برمیخورید، ولی خیلی به خودتون و عادت‌هاتون بستگی داره. یعنی اگه شما عادت دارید مثلا 6 ساعت بخوابید و کمتر بخوابید حالتون بد میشه، حتما اون 6 ساعت رو بخوابید. شخصا اینجوریم که اون خواب شب خیلی شاید برام فرقی نداشته باشه. در این صورت من ترجیحم اینه که اون بخشایی که نخوندم نرسیدم بخونم یا نکته‌ای که فکر میکنم مهمتره یا اگه سوالهایی هست که حل نکردم برم اول اونا رو حل بکنم بعد بخوابم. نکته 11، حتما صبح‌ها زود بیدار میشدم. چند تا دلیل داره. اولش اینه که تا ویندوزتون بالا بیاد طول میکشه و به یه زمانی نیاز دارید تا لود بشید. 2، حتما صبحانه کامل بخورید و به مثلا یه شیر و کیک و اینا اکتفا نکنید. دلیل سوم اینه که وقت داشته باشید که خلاصه نویسیاتون رو بررسی بکنید. اگه جایی رو حس میکنید یادتون رفته نگاه بندازید بهش و کلا اینا خیلی کمک میکنه که استرس قبل امتحانتون کم بشه و با خیال راحت‌تری برید سر جلسه امتحان بشینید. و بالاخره نکته آخر، بعد از امتحان پروندهش رو توی ذهنتون ببندین. وقتی میایین بیرون با دوستاتون، آشناهاتون یا وقتی که جایی پاسخنامه میده نرید چک بکنید، چون اعصابتون خورد میشه و تمرکزی که باید برای آزمون بعدیتون بذارید رو از دست میدید. بعدش هم یکم استراحت کنید و برید سراغ مطالعه برای امتحان بعدی. و یه توصیه به بچه‌هایی که امسال نهایی ندارن و سالهای بعد نهایی دارن. بچه‌ها لطفاً درساتون رو در طول سال مطالعه کنید، مخصوصا دروس عمومی، چون جمع کردنشون توی فرجه خیلی سخته و خیلی بهتون فشار میاد. ولی اگه در طول سال مطالعهش کنید هم خیال خودتون راحت‌تره، هم خیلی بهتر میتونید بخونید و مستقیم برید برای تیک زدن هدف نمره 20. راستی تمام این نکته‌هایی که شنیدید فقط تجربه من نبود. تجربه چندین دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود که در اختیارمون گذاشتن و از همین جهت ازشون خیلی خیلی ممنونم و امیدوارم که شما هم امتحاناتون رو با بهترین نتیجه پشت سر بذارید. هر سوالی هم راجع به بعد از امتحانات نهایی تا زمان کنکور دارید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید، به همه‌شون جواب میدیم. اگر هم این ویدیو برات مفید بود و دوست داری ویدیوهای بیشتری راجع به کنکور، تجربه واقعی دانشجویی و دانشگاه صنعتی شریف بشنوی، خوشحال میشم کنارم بمونی و کانال رو سابسکرایب کنی. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.